خب دوستان عزیز، اینم از فلافلی که گفتم در فضای سبز درست میکنم. اینجا فضای سبز خانواده نشستم. ما هم با خانواده اومدیم اینجا. اینم فلافلی که در حال درست شدنه، که اینم پخته شدنش یک مقدار که پخته شده، اینم باقیش. من با قاشق درست کردم، دستگاهشو خونه فراموش کردم با خود بیارم، ولی شما میتونین با قاشق درست کنین، مشکل نداره. کف قاشق میریزین، بعد آروم میذارین داخل روغن. روغنتون هم اگه زیاد باشه بهتر دیگه، چون ما در فضای سبز اومدیم درست میکنیم. یادم زیاد نتونستم روغن با خودم همراه بیارم، به خاطر همین شما میتونید در منزل درست کنیم و روغن بیشتر. حالا من یک با قاشق برمیدارم، یاد بگیریم کسایی که دستگاه ندارن. نگاه کنی به این صورت، به این صورت اینجوری میذارین. دوباره به این صورت روغنتون هم داغ باشه. روغنتون داغ باشه، سرد نباشه که پخته بکنه. خب امیدوارم که یاد گرفته باشین دوستان عزیز. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. من ادامه پخته کردن رو انجام بدم. فعلا خدا نگهدار.